الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، محمد یونس رضایی هستم. به سلسله درس های از 4000 Essential Words، کتاب 4000 لغات، خوش آمدید. درس اول خود امروز ما شروع میکنیم از بخش یونیت 1. فقط داستانایش ترجمه منیم و لغاتایش هم در اونجا تشریح میکنیم. خب یونیت 1 The Lion and the Rabbit قسمت است. The Lion and the Rabbit به معنای شیر و خرگوش. خیلی خوب. یک داستان بسیار دلچسب و جذاب در مورد شیر و خرگوش است و از اینجا ما شما به این نتیجه یا این مفهوم را میگیریم. این عبرت و داستان را از این داستان میگیریم که ببینیم که زور فکر، زور علم یا زور قدرت ذهنی انسان زیاد است یا جسمی. خب میم شروع میکنیم. The Lion and the Rabbit. شیر و خرگوش. A cruel lion lived in the forest. A cruel lion یک شیر ظالم. cruel به معنی چی؟ ظالم. lived شکل دومی live به معنی زندگی کردن. lived یعنی زندگی میکرد، گذشته است. in the forest در جنگل. every day همه روزه یا هر روز. he killed او میکشت. kill کشتن. ایدیشه که برداریم kill کشتن. ایدی رو که اضافه کنیم میشه killed یعنی کشت یا میکشت. در اینجا ما ترجمه میکنیم میکشت. every day هر روز. he killed میکشت and ate شکل گذشته eat یعنی خوردن. and ate a lot of animals و میخورد حیوانات زیاد را. هر روز میگه او حیوانات زیاد را میکشت و میخورد. the other animals حیوانات دیگه. other به معنی دیگه. were afraid the lion would kill them all. were afraid یعنی ترسیده بودند. were به معنی بودند. afraid به معنی چی؟ ترسیده. از چی ترسیده بودند؟ the lion یعنی شیر would kill them all تمامشان را خود کشت. would شکل گذشته will هست، در اینجا استفاده شده، یعنی یک زمان آینده را در گذشته نشان میده. یعنی حیوانات دیگه هم میترسیدن یا ترسیده بودن از اینکه شیر تمامشان خود کشت. The animals told the lion. حیوانات گفتند. told شکل دومی tell گفتند برای شیر let's make a deal. بیا که معامله کنیم. deal به معنی توافق یا معامله کردن. If you promise to eat only one animal each day. If you promise اگر تو وعده کنی to eat که بخوری only فقط one animal یک حیوان each day هر روز. اگر تو وعده کنی که فقط هر روز یک حیوان بخوری then پس یا بعدن one of us یکی از ما will come خود آمدیم to you نزد تو every day هر روز. میگه اگر تو وعده کنی که فقط یک حیوان را هر روز بخورید پس یکی از ماها هر روز پیش تو خود آمدیم. then you don't have to hunt and kill us. then پس you don't have to به معنی مجبور بودن. don't have to مجبور نیستی. تو مجبور نیستی یا مجبور نمیشی to hunt که شکار کنی and kill us و ما را بکشی. The plan sounded well thought out to the lion. یعنی پلان sound به معنی به نظر رسیدن. sounded به نظر رسید. well خوب. thought out خوب سنجیده شده. thought out به معنی سنجیده شده.
خوب سنجیده شده به نظر رسید to the lion برای شیر. همین پلان برای شیر خوب سنجیده شده به نظر رسید. این خوب پلان به نظر رسید. So he agreed. بناهن چی کرد؟ توافق کرد. But he also said اما او همچنان گفت if you don't come every day اگر شما هر روز نیایید I promise من وعده میکنم to kill که بکشم all of you تمامتانه the next day روز بعدی. اگه شما هر روز نیایین من وعده میکنم که تمامتانه روز بعدی بکشم. Each day after that هر روز بعد از آن one animal یک حیوان went میرفت to the lion پیش شیر so that تا اینکه the lion could eat it شیر بتونه بخوره او را. هر روز یک حیوان پیش شیر میرفت تا شیر بتونه او را بخوره. Then بعدن all the other animals were safe. بعد میگه که تمام حیوانات all the other animals تمام حیوانات دیگه were safe محفوظ بودن. خاطرشان جمع بود دیگه که یک حیوان خورده دیگران امروز کار ندارن. Finally بالاخره it was the rabbit's turn نوبتی خرگوش بود یا اگر اصطلاحی معنا کنیم نوبتی خرگوش رسید. To go to the lion که پیش شیر بره نزد شیر بره. The rabbit went very slowly. The rabbit خرگوش went میرفت یا رفت very slowly بسیار آهسته. That day آن روز میگه آن روز که نوبت خرگوش بود آن روز خرگوش بسیار آهسته میرفت. So the lion was angry. بناهن شیر قهر شد. Was angry قهر شد. When the rabbit finally arrived زمانی که بالاخره خرگوش رسید. خب was angry میتونیم بگیم که قهر بود هم درست است. اگه بگیم اصطلاحی ترجمه کنیم که قهر شد هم درست است. When the rabbit زمانی که خرگوش finally بالاخره arrived رسید. زمانی که خرگوش بالاخره رسید شیر بسیار قهر بود. The lion angrily asked the rabbit. شیر با قهر پرسید از خرگوش Why are you late? چرا ناوقت کردی؟ ببینید دوستان عزیز اینجا ما شما در زبان فارسی یا دری میگیم که چرا ناوقت آمدی چرا ناوقت کردی. در انگلیسی ما از فعل to be verb یا بودن دائم استفاده میکنیم به خاطر بیان کردن ناوقت آمدن. مثلا I am late من ناوقت آمدم یا ناوقت کردم. You are late شما ناوقت کردید به این شکل. خب Why are you late چرا ناوقت کردی؟ I was hiding from another lion in the forest. من پنهان شدم. I was hiding گذشته جاری من پنهان شدم from another lion از یک شیر دیگه in the forest جنگل. That lion said he was the king. او شیر میگفت او پادشاست. او شیر میگفت که او پادشاه بود. یعنی ما اصطلاحی ترجمه منیم که او پادشاه میگفت او شیر میگفت که من پادشاستم که یا او پادشاست. So I was afraid. بنابراین من ترسیدم. The lion told the rabbit. شیر گفت برای خرگوش I am the only king here. I am the only king here. من هستم تنها پادشاهی اینجا. Take me to the other lion. ببر. take به معنی بردن گرفتن معنا میشه اینجا بردن معنا میده. Take me ببر مرا to the other lion نزد آن شیر دیگه. And I will kill him و ما او را خود کشتم. The rabbit replied. خرگوش پاسخ داد. I will be happy to show you where he lives. I will be happy. من خوشحال خود بودم. یعنی من خوشحال خود شدم.
این از این کار من خوشحال خواد بودم. To show you که بر تو نشان بدم where he lives جایی را که او زندگی میکنه. ببین دوستان عزیز، وقتی ما where از جمله double question هم هست و relative pronoun یا ضمیر ارتباطی هم هست. وقتی به عنوان ضمیر ارتباطی استفاده میشه در مابین جمله میه یا در اول جمله میه، بعد از او کدام فعل کمکی ما شما دوده از اینا نداریم، جمله را فقط ارتباط میده و به نام relative pronoun یا ضمیر ارتباطی یاد میشه و معنایش تغییر میکنه. اینجا where he lives به معنای او کجا زندگی میکند نیست، بلکه معنایش چی است؟ جایی که او زندگی میکند. بشک خب The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The rabbit امی خرگوش led شکل گذشته lead به معنای رهبری کردن یا راهنمایی کردن هست. خرگوش راهنمایی کرد شیر را to an old well به یک چاه کهنه in the middle of the forest در مابین یا در میان جنگل. The well was very deep. چاه بسیار عمیق بود، چقور بود. With water at the bottom. و آبم در مابینش بود. بارم به معنی قسمت تحتانی یا پایینی یک چیزی میگه. این پایینش هم آب بود. ما این اصطلاحاً استفاده نمی‌کنیم، میگیم که در مابینش آب بود. The rabbit told the lion. خرگوش گفت بر شیر. Look in there. نگاه کو آنجا را. The lion lives at the bottom. شیر زندگی میکند در زیر. The bottom در قسمت تحتانی، این در مابین چاه، در شیوی چاه زندگی میکند. When the lion looked in the well زمانی که شیر نگاه کرد مابین چاه را he could see او تانست ببینه. could شکل گذاشته can his own face چهره خودش را in the water در آب. وقتی که مابین چاه را سعی کرد چهره خودش را تانست که ببینه. این چهره خودش را دید. he thought او فکر کرد. thought شکل گذاشته think فکر کردن. او فکر کرد that was the other lion که آن بود، که او بود یا آن بود شیر دیگه. without waiting another moment بدون توقف کردن یا منتظر ماندن یک لحظه دیگه the lion jumped into the well. the lion شیر jumped پرید into the well در مابین چاه، در بین چاه to attack the other lion برای این که یا که حمله کنه بالای شیر دیگه. he never came out او هرگز آمد بیرون، یعنی او هرگز بیرون نآمد. ما شما در این تو استفاده میکنیم جمله را که وقت ما منفی مونیم میگیم او هرگز بیرون نآمد. هرگز هم استفاده میکنیم و نرم استفاده میکنیم. اما در انگلیسی never که استفاده کردیم نیاز به فعل کمکی دیگه هم نیست. he never came out او هرگز بیرون نیامد. all of the other animal تمام حیوانات دیگه all of the other animals in the forest در جنگل were very pleased بودن بسیار خوشحال with the rabbit's clever trick با حیله یا چل زیرکانه هوشیارانه خرگوش. خب قسمت ریدینگ ما به اتمام رسید. دوستان عزیز قسمت ریدینگ کامپریهنشن هست. شما خودتون ریدینگ میخوانین و اینا گزینه های از اونا را تیک میکنین.